بریم سراغ برش سبزیجات مثل فلفل دلمه قرمز، کرفس، هویج، فلفل دلمه سبز. این از این. برای سس، ماست و مایونز، خردل و نمک فلفل، سرکه و آب لیمو. وقتی یه دست شد سبزیجاتو بریزید و اینو میخوایم. بذاریدش توی یخچال. این پاستای خوشگل رو میجوشونم با نمک. آب کش میکنم ولی نمیشورم. بقیه سالادو بیارید. همه رو با هم مخلوط کنید. نگاش کن. 1 ساعت دیگه میذارمش توی یخچال. بعد 1 ساعت آماده سرو کردنه. رنگش رو ببین. یکم هم جعفری و تمومه.